روز 19 می سال روان در شهر باستانی پنجکند با مناسبت روز جوانان تاجیکستان با اشتراک رئیس شهر پنجکند، معاونان رئیس شهر، راهبر دستگاه رئیس شهر، راهبران مقامات حفظ حقوق، راهبران و کارمندان کارخانه و تشکیلات‌ها، مؤسسه‌های تندرستی، تعلیمی، آموزگاران و دانشجویان، جوانان و نورسان، خوانندگان و ورزشکاران مراسم دوی ملی و ماراتون ولوسیپدرانی برگزار گردید. در آغاز برگزاری چهاربینی مذکور رئیس شهر پنجکند خالقزاده عبدالخالق سخنرانی نموده از غمخوری‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان که پیوسته نسبت به رشد ساحه ورزش ظاهر می‌نمایند و در فراهمسازی شرایط مساعد برای جوانان سهمی به اندازه می‌گذارند اظهار مینه‌داری کرده شد. قید گردید که طبق فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از 28 مارس سال 2007 تحت رقم 225 چون عنعنه نیک همساله در قلمرو کشورمان بهر عمومی گردیدن ورزش روز دوی ملی برگزار می‌گردد. چهاربینی روز دوی ملی و دیگر چهاربینی‌های ورزشی که امروزها بخشیده به روز جوانان تاجیکستان برگزار شده ایستاده است از شرافت استقلال دولتی و صلح و ثبات در مملکت بوده ادامه سیاست جوانپرورانه پیشروی معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان می باشد. مقصد اساسی برگزاری روز دوی ملی تشویق طرز حیاتی سالم، مستحکم نمودن دوستی و برادری در بین جوانان و نورسان، تربیت نسل دوران صاحب استقلال کشور در راه دلیری و شجاعت به شمار رفته، از سیاست استوارانه نسبت رشد جوانان کشور درک داده، عملهای نامطلوب از قبیل گرویدن به گروه‌های افراطی را محکوم می‌نماید. سیاست امروزه دولت و حکومت کشور در سمت ورزش تقاضا دارد که تمام امکانیت‌های موجوده را استفاده نموده در رشد این ساحه هم قدم کشورهای مترقی جهان باشیم و دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان، مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت، مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکند امکانیت فراهم می‌آورد که ورزش و تربیت جسمانی در شهر رشد نماید. مورد ذکر است که در دوام سالهای 2023-2024 جهت فراهم آوردن شرایط‌های مساعد برای جوانان و نورسان و بلند برداشتن ساحه ورزش در شهر و دهات پنجکند جهت تعمیر و ترمیم انشاءات ساحه ورزش دقت خاص داده شده است. اقدام و دستگیری‌های منتظم پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان است که امروز جوانان ما با عزم و اراده قوی علم و دانش و کسب و هنر می‌آموزند و به خاطر آبادی و پیشروی کشور محبوبمان فعالانه تلاش می‌ورزند. اطمینان داریم که جوانان همچون نیروی فعال با غیرت، تشبثکار و سازنده در روند بنیاد جامعه دموکراتی و آباد و پیشرفته سهمی ارزنده می‌گذارند.
در میدان نشان دولتی جمهوری تاجیکستان در شهر پنجاکند در وضعیت تنتنوی با غالیبان و اشتراکچیان فعال مسابقه دوی ملی و ماراتون ولوسیپدرانی سپاسنامه و تحفه‌های مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی شهر پنجاکند تقدیم کرده شد. همکاران عزیز، حاضرین ارجمند، حالا مراسم قدرشناسی اشتراکچیان چهاربینی ورزشی دوی ملی مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجاکند سپاسنامه با ایساقوف سید اکمل برای اشغال جای سیوم و اشتراک فعالانه در چهاربینی ورزشی دوی ملی سهمگذاری در ترغیب طرز حیات سالم و رشد ساحه ورزش بخشیده به روز جوانان تاجیکستان سرفراز گردانیده می شود. رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده. برای اشغال جای سیوم سپاسنامه و تحفه به سلیموف علیشیر ورزشکار مؤسسه دولتی مکتب ورزشی. برای اشغال جای سیوم سپاسنامه و تحفه به نگینه اکرامی مدیر شعبه اقتصاد و سودا. برای اشغال جای سیوم سپاسنامه و اسرائیل زاده
اشغال جای دوم سپاسنامه به زیایف خیام ورزشگر. برای اشغال جای دوم سپاسنامه به قابلزاده اردمه، دانشجوی دانشکده آموزگاری تاجیکستان در شهر پنجکند. برای اشغال جای دوم سپاسنامه به همراه تورقول ورزشگر سابقه دار. اینچنین برای اشغال جای دوم سپاسنامه به رحیموف تاجی ورزشگر. برای اشغال جای یکم سپاسنامه و تحفه مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکند به سفرف سراج سردار شعبه شهری در شهر پنجکند بوده ریاست کمیته امنیت ملی جمهوری تاجیکستان در ولایت سوخ. همچنین برای اشغال جای یکم سپاسنامه به اسمت الله شکرالله ورزشگر. اینچنین برای اشغال جای یکم سپاسنامه و تحفه به شریفوف اصلیدین ورزشگر. همچنین برای اشغال جای یکم به حامد مبین ورزشگر. اینچنین اشتراکیان فعال چاره‌بینی امروزه با سپاسنامه و تحفه ها قدرشناسی می‌گردند. برای اشتراک فعالانه سپاسنامه به شیرینشاه نوراللهیف، نماینده از کمیته حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در شهر پنجکند. اینچنین سپاسنامه به عزیزم شوکت جان از مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 1. سپاسنامه به غیاث بهروز نماینده از جماعت دهاتی کاسه‌تراش. اینچنین به اشانقولف نوروز از مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 1. سپاسنامه به عادیلف سنتیلا. اینچنین میرزایی و فریده از مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 34. سپاسنامه نوبتی به مومینوف شهرزاد از مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 77. سپاسنامه به خالق و سفینه از مؤسسه دولتی لیسه شهر. سپاسنامه به خالق و سیاحت سپاسنامه نوبتی به مرادزاده مستانه با
معاون رئیس کمیته حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در شهر پنجکند. سپاسنامه به قزبای شاهروخ. سپاسنامه به رحیمов امید سرطبیب شهر. همچنین قدرشناسی می‌گردند مستانов سلطان از مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 3. سپاسنامه نوبتی به خالقov احمد از مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 30. اینچنین سپاسنامه به قربانov شهزاد اشتراکچی فعال. سپاسنامه به محمودov مقصود سپاسنامه نوبتی به حقبردیев علی جان. از روی مارافون ولسپدرونی جوی سیوم نصیب کامیل و میشگانه. جای دوم نصیب خالق و فاطمه. جای یکم سزاوار محمود و فرزانه. همچنین برای اشتراکیان فعال برادرov محمد جان با سپاسنامه قدرشناسی می‌گردد از روی ولسپدرونی. همچنین رحیمov مهرالله اینچنین جلالزاده قندیار بازارov وفا. سپاسنامه نوبتی به نظیرov کامران با سپاسنامه قدرشناسی می‌گردند استاد ورزش عبداللهev شوکت. همچنین صالح زاده عالیه. سپاسنامه به اولیاقول و بیبی رابیل. در شهر باستانی پنجکند روز دوی ملی و مارافون ولسپدرونی با اشتراک زیادی نمایندگان ساحه‌های گوناگون در سطح بلند گذرانیده شد. برنامه را به شما صبرین اکرم و خیام جورایف، شاه حسین صالحов، شهباز قربانov و زرخونی نعمت‌الله آماده و پخش نمودند.